این ویدیوی من خاص برای تمام افغانستانی هاست، یعنی پشتون، هزاره، ترکمن، ازبک، هر قوم و قبیله که باشن. و اینچنین به تمام تاجیکستانی ها، از بدخشان، از ختلان، از هر کجای منطقه تاجیکستان که باشی، هر قوم و قبیله که باشه الان داری سخنهای من را زبان فارسی من را میشنوی، ایره گوش کن. برادران و خواهران عزیزی همزبان یا اونایی که دارین زبان فارسی را میشنوید، برادران و خواهران عزیز، رمضان هم به آخر رسیده ایستاده است. دهه اخیر رمضان آمده است. خب 20 روز اگر مشغولیت های زیاد داشتیم، به هر سبب نتونستیم که طاعت و عبادت زیاد کنیم، اما الان فرصت های اخیر و اخیر ماه شریف رمضان آمده است. کی میدانه که از سال آینده خداوند این فرصت باز برای ما میتیه و نمیتیه. صلی الله علیه و سلم در 10 روز اخیر خواستند در روزای تا خوش کمر همت طاعت عبادت سخت. حضرت عایشه مادرمون میگه که در این 10 روز اخیرش شبها ما را بیدار میکرد، با او وادار میکرد که طاعت و عبادت بکنیم. حضرت عایشه هم از پیامبر پرسیدند که ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اگر رفت و شب قدر شد کدوم دعا را زیاد بکنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بگو که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، و که اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. بار الها، تو بخشنده و بسیار کریمی، بخشندگی را دوست می‌داری، پس ما را ببخش، ما را عفو بکن. کی میداند تا رمضان دیگه کی هست و کی نیست و آیا خداوند این فرصت ها را باز برای ما میاره یا نه؟ الله مهربان تمام اون طاعت و عبادت های کرده با تمام نقصان هاش و درگاهش قبول کرده باشه.